السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرامی، بنده ابن مهاجر هستم. رابطه به همین مسئله که اسکندر گفته ایستاده است خواستم بین شما یعنی ثبت را گذارم و شرحش دیم و بعدا در آخر 3 سوالی که پرسیده می شود از اسکندر و او حتمی باید پاسخ دهد. اگر چی ذره عدل در او باشد باید پاسخ دهد. خب ثبت را میمونیم، یک جا گوش میکنیم. برادر گفته خر یک $200 برای همین فرزندوهش یک زیوچک پولی یک موالات کنه. موالات از دین ما هست، یک دوستی. خب همه ما و شما یعنی شاهد شدیم و شنیدیم که چی گفت. یعنی برادرها گفتن میگه یک $200-300 برادرها گفتن میگه که پرتویم موالات کنیم. میگه موالات تو به همه معلوم است که چگونه است، چگونه طالب علم رو میخری. موالات معلوم است. در این ثبت این خیلی گفت. میگذاریم به ثبت اصلی که همین واقع رخ دادگیه. برادر این از یگون کس نیست. ما از یگون جماعت هم نیستیم، از یگون کس هم نیستیم. من خود مو اهل اوله الحمدلله همون مو مثلا تجارت که مشغولیم. این مشکلش نیست. مقصد من میخوام به همون در ثبت اصلی خیلی که ما و شما شنیدیم میگه در اینش میگه که از خودم هست، از هیچ کس نیست، از خودم هست. میگه بیزنس دارم. میگه چی میگه؟ ببین اسکندر سخن تعرض دارد. تعرض یعنی با یک دیگرش مخالف است. در اینش دیگر چی میگه، در اونش دیگر چی میگه. با فکرم همینجا اسکندر خطا کردی. بیزنس گفتی، تو باید میگفتی که سپانسر داریم، سپانسری با قوت داریم. یک دو سه اسم پرتوینتا همیشه باید میگفتیم چه خطا کردی. خلاصه دروغگویت رو دیدی اسکندر. در اینش میگی که برادرها گفت، در دیگرش میگی که از هیچ کس نیست، از خودم است، بیزنس دارم. این دروغ اولت است. میگذاریم به نوار دیم، به دروغ دیم اسکندر. ابو صهیب بر اومده من حالی همین ابو صهیب گپش گوش نکرده. من با ووز همین اینسو معقول نیست. میبخشید ووز همین اینسو معقول نیست. وقت گوش کردم به وقت هم ووز به من باید یک کمی عصبم خیلی یک وقتی خیلی نغزی خودم هم ببخشیدم نکن که من بعد از این گوش کردن من یک روشکه میگیرم، دفتر میگیرم، سرم درد کرده 3 ساعت بعد مشغول میشم. سبحان الله. این ثبت رو همین روز برآورده است. میگه که من نواری ابو صهیب رو تا حال تماشا نکردم و تا حال یعنی گوش نکردم و در همین ثبت بعد از یک چند دقیقهش بینید باز چی میگوید. احمق خودت هم میگویی که در این راه اذیت و آزار وجود دارد. یعنی ما اولش چند روز است که گفتم که کمی گوش کردم. اولش هم بود در سرشده نشتم محکم کردم. فقط دروغ که میگه الله المستعان. یعنی بینید میگه که در اینجا باشد. میگه من گفته بودم که میگه یک کمی پیش میگه کم ترش گوش کرده بودم. میگه یعنی تو خیال کردی اسکندر مردم توپای هستن؟ تو خیال کردی مردم گوسفند هستن که نمیفهمونی گپوی تره؟ این مکر حیله تره. تو چقدر دروغ میگی. یعنی تو پریپوتیت کردی. اول اونجا باید میگفتی که گوش کردم، نه که گفتی گوش نکردم و در اینجا گفتی که گوش کردم. یعنی تو پریپوتیت کردی. همین خیلی نه. باز میگه 3 ساعت وقت لازم است که دفتر اوچکه را بگیرم. دفتر اوچکه را چی میکنی اسکندر؟ تا که تو دروغ و تهمت دوباره بنویسی، تا که دروغ و تهمت مثل پیشتره باز کنی. برای همین تو چقدر انسانی پستی، چقدر دروغ میگی. در یک ثانیه هم قدر دروغ میگوی. میگذاریم به نواری 4 یا اینکه همون ثبت 4. جاسوس گفتم به حق داشتند. 10 سال ویدیو جمع کرده اومده. میگوید که یعنی نواری 10 ساله را جمع کرده آوردی. کسی که نفهمیده باشه این نواری 10 ساله گفته همون چی را در نظر اومد. واسطویش لطفیه را، همون زنی که فوسیقه ای که بود پوچوشه و که تاغوت شما توسیتویش کرده بود همون رو در نظر داره.
اولا ای جاهیل، ای منافق، ای جاهیل، این ویدیوی 10 ساله نیست. این نوار 2022 در همون کانالش گذاشته. بعد از همون سالی که 2021 که دخترش آورده بودن از اون طرف، بعد این نوار کات گذاشت در کانالش و همون این نامی کانالش مادر توجیک، همون که در تای کامنت های شما یا که دیگران مینویسه فلان مادر منم گفته همونه. و تا حاضر در کانالش بود، تا حاضر یک نوار داشت همین متوسطیش بود در کانالش بود و ایره 5 روز پیش دید که уже نشش тамин навораш, بعد сразу удалит кадай каналаш. فهمیدی яка؟ خب сабти панҷумша гӯш мекунем бародаро. ҳама ира ҳамин рӯз гуфтагия, ҳамаша аз як ҳамун ҷавобе ки додагиай, аз ҳамун яъне муқаддима гуфти худаш хеле ки муқаддима меган, аз ҳамон муқаддима шаи дуруғо фақат. قسم به الله خود این زن که دیگه آدم که کی بود چی بود چخل شد و این البته که سر نکرد که بله اون وقت ما جهل عذر میگفتیم و همون شاگردی همون ابو سعید بود. چی میشد؟ ابو سعید خودش آخر میخواست. فهمیدید؟ ابو سعید خودش میخواست. بعد از این الحمدلله توحید فهمیده شده است بالاخره. خب ببینید برادرها، در اینجا میگه که همین زن یعنی لطفیه پیش جهل عذر میداشت و شاگردی ابو صحیب بود میگه. خب برادرها قلم و دفترتون گیرید. اینا خیال کردین که مردم توپوین. نه، قلم دفترتون بگیرید بنویسین در یک جا. اسکندر میگه که تا اون دم یعنی شاگردی ابو صحیب بود. در جه سوال با میان میاد. تا کدام وقت سوال با میان میاد. تا کدام وقت؟ یعنی تا وقتی که نوار متوسطیش رو اودالیت کرد. و کی اودالیت کرد؟ در اینجا چی میاد؟ سوال میاد. 5 روز پیش. یعنی 5 روز تا 5 روز پیش شاگرد ابو صحیب بوده است و بعد این 5 روز او دلیل کرده بوده، سرازه توبه کرده است، از عقیده گشت، عقیده اهل سنت بگیم آموخته است و عقیده اهل سنت در آمده. ای اسکندر، تو و پیروانت مردم رو چه خیال کردین؟ یعنی قدر دروغ میگین. اولا این زن علی فیبی فرق نمیکنه، چی رسول با عذر با جهل و دیگرش. یعنی تو 5 روز پیش شاگرد ابو صحیب بوده میگه. گوش کنید میگه بشه شاگرد ابو صحیب میگه بعد 5 روز. یعنی 5 روز پیش هم نوارش او دلیل کرد. یعنی با عقیده یا او دلیل کرده توبه کرده. این 5 روز پیش بوده میگه. 2 بو میگه 2 این مردم ها یوفته اینطوری فریب کردن میگیره. 2 گفته. تهمت میکنه، دروغ میگه، در حق یک کس تهمت به زنا میزنه. 2 میگه پیش مردم ده. دختر چرا میگوید که تو پیش ما بمدگی فلان بابایک توی فلان پسندان کرده بود، زنا کرده بود، آشکار میگوید. خب در اینجا اسکندر میگه که ابو صحیب گفته که یک مسافر روس یک دخترچه یعنی همین نیگورا را زنا کرده است. آشکارا میگه گفته. خب میگذاریم که ابو صحیب نوار ابو صحیب میمونیم که ابو صحیب چی گفته است این مسئله. با زبان خودش گفته است که مرا یک مرد روس تجاوز از نسل وارد کرد. چه خیلی که حاضر برای شما یا که برای همون گمنام اسکندر نقل میکند، همه خیلی نقل دیگر در چی؟ در مصر کرده بود برای ما و همسرم. ای اسکندر، یک دلیل آورده میتونی که ابو صحیب گفته باشه که وای زنا کرد یا که مادرش زنا کرد. یک دلیل آورده میتونی؟ در اینجا گفت که ابو صحیب نگفت که وای زنا کرد، بلکه گفت که چخیلی که برای ما استوره پریدومت کرد در نزد شما، در نزد ما گفت که فلان مرد روس مرا از نسل وارد کرد. انا این خیل میگه در نزد من و همسرم این خیل گفت میگه. و ابو صحیب حکم نکرد که وای تو زناگری گفته. در کجا حکم زناگر کرد؟ و تو برای چی را به شاهد گفته استی؟ با مرد کافر نکاح کرد در وقتی که شوهر مسلمان داشت برای گرجدنست و شوهرش اینو من کرد ولی اطاعت نکرد او را.
تو گفتی اسکندر ابو صهیب میگه مادر دختر زیناگرای زینا کردیان، بلکه ابو صهیب نگفته ای گفه؟ در کجا گفته؟ اینه گوش کن ابو صهیب چی میگه. برای پاسپورت روسی شده به یک مرد کافر در نیکای مرد کافر در آمد میگه. به یک پاسپورت روسی شده در کجا که زیناگرای زینا کرده؟ چی دروغ میگی؟ که چرت شهیده بیار ابو صهیب حاضر از همین دختر مادرش از ما مثلا من هم تو شنونده، من فقط شنونده از ما طلب میکرد که چرت شهید بیارید میگید. من اصلا این مسئله به قطعی نیستم. من نقل یک مردم من با اومده سوال شدم من هم قطعی کرده است. الله اکبر. بینه چی میگه؟ وقتی که ابو صهیب اینها را شهید طلب کرد و قسم طلب کرد، اینها میگه که من شنونده هستم، من در این مسئله خوش نیستم. میگه اگر این داد و فیغان میکرد که من قاضی میشم گفته داد و فیغان میکرد و حاضر باشد در این زبس بعدی که ابو صهیب قسم خورد میگه من شنونده هستم، مرا خوش کرد ابو صهیب میگه که شهید بیار. میگه دیدن که شهید آورده نمیتونند، بینید چی میگه من شنونده هستم. میگه سبحان الله، از قاضیگی به شنوندگی رفت با. شما اگر عادی کرده گویم در این مسئله ها پروفسیونال است الحمدلله. احسان. هر کس هم به این عنوان رسیده نمیتونه با عنوان پروفسیونال بگیم. از ساحه دروغیزم و تهمتیزم هر کس هم رسیده نمیتونه با عنوان پروفسیونال. ولی راست گفتی احسان. الله عاقبت چه بخیر بگردونه تو بر این پروفسیونال را. تو برو اگر نکرده باشی گو که قسم به الله من نه داخل شدم به نه پیش شده پشت نه نزدیک شدم والله بالله تالله الله لعنت کند من گو ما این مسئله را محکم می. اوی اسکندر الله فهمد بتا ترا و پیروتا و چند بار قسم بخوره. این نواری همین روزته، این سبتی همین روزته در اینجا میگوی ببره قسم بخوره و چند بار قسم بخوره. باز یک بار دیگه بمانم قسم شد. گوش میکنی چی قسم خوردگیه؟ ولعنت الله و لعنت فرشتگانش و همه مردم بر من باد که اگر من این دختر که نگاره نام دارد این از پیش یا که از پس رسیده باشم. غیر از این لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم بر من باد که من در حیاتم اگر زنا کرده باشم. گوش کردی که چی گفت؟ قسم شنیدی؟ در نواری اولی که تهمت برو وردی گفتی ببرو قسم بخور. اول پیچه تزدیشه زناگری فحاشگر گفته، بعد ببرو قسم خور گفت قسم خوردی نه. با امروز با نوار کده با میگی ببرو قسم بخور. تو مردم تو کلون، تو مردم یکم گوخ خور کده ببرو قسم خور ببرو قسم خور ببرو قسم خور. تو شاهد بیار، 4 شاهد بیار. حکمت 80 درعه و شهادت تو قبول نیست، نه در نزد مردم نه در نزد الله. شهادت تو و او زن او چاو دختر قبول نیست. مادر دختر قبول نیست شهادتشون. شاهد بیارین. و ای اسکندری گمنام، تو اگر ذره جوانمردی داشته باشی میخیزی در بین مردم میگویی که همین سخنی که من گفتم لعنت الله و فرشتگانش و همه مردم بر تو باد اگر تو در حیاتت زنا کرده باشی. آمین بگوی و همین گونه که من گفتم همین گونه بگویی. و در نواری همین روزش برادرها میگن گفته ای که من از سببی یعنی عصبی شدم، بعد گفتم که همون گپا زیناگری فاحشگر گفتم. یعنی دین هوا و هوسی تا اینجا اسکندر، یعنی تو در حالت عصبی بدن چیزی که تو بگوی و جایز بده در کجای قرآن سنت دیگه بومگه. تو با هوا و هوست وقتی که خیستی زیناگری فاحشگر گفتی در بین صدها مردم، بعدی تو صدها پاپوگای تو تکرار کرده گنی گپا. یعنی همه تو شریکین در این گناه. در همین نواری همین روزش گفت یک برادر گفت من میکنم یا انشالله با میگذارم که من از سبب عصبی بدنم گفتم. میگه فرق نداره سبب عصبی باشد یا دیگر، اگر خواهی شهادتت قبول شود در نزد مردم و در نزد الله میبروی نوار میکنی
و توبه میکنی، میگوی من در حق این شخص تهمت کردم و از تهمتم گشتم، میگوی از دروغم گشتم، میگوی و قسم میخوری که لعنت الله و ملائکه ها و تمام لعنت کنندگان که اگر من زنا کرده باشم بگو. چخیلی که ابو صحیب قسم خورد و او زن برار او زنم قسم بخوره. اگر که صادق این راستگوین بگذار قسم بخوره او زنم و دخترش هم قسم بخوره که اگر گپش حقیقت داره قسم بخوره. چخیلی که ابو صحیب خورد. و ما این 3 سوالی که دادیم جوابی پاسخش هستیم که 3 سواله ببروین قسم بخورین، تو و او زن و مادرش هر 3 قسم بخورین و تمام مردم هم نجدت میکنه جوابی شما را در همین مسئله، در مسئله قسم. وقتی ابو صحیب قسم بخورد گفتین قسم خورد، اگه شما تو دادین با 90 گرادوس رولتون تو دادین با دیگه مسئله، با قسم بخور گفتیسی شما قسم بخورین که در این مسئله